من تو این چرخ مهارتی 4 دسته مهارت رو تعریف کردم که 3 دستش مربوط به بخش میانه هرم میشه و 1 دستش 1 ربع دایره یا چرخمون مربوط به بخش قله هرم میشه. خب بخش اول مهارت ارتباطی. مهارت‌های ارتباطی شامل چی میشن؟ ارتباطات نوشتاری، ارتباطات شفاهی، شبکه سازی، مدیریت استرس، مذاکره، متقاعد سازی، اتیکت پوشش. تمام اینها جز مهارت‌های ارتباطی هستند. از نظر من مهارت ارتباطی پایه مهارت‌های نرم. شما اگر وقت نداری بقیه رو انجام بدی، باید این قسمت رو روش وقت بذاری. باید روی این قسمت وقت بذاری. مهارت‌های ارتباطی 5 دسته ارتباطات شغلی وجود داره. مهارت ارتباط با رئیس. رئیس ممکنه مدیرت باشه، ممکنه کارفرمات باشه، هر کسی. مهارت ارتباط با افراد غیر فنی. خیلی وقتا ما با افرادی سر و کار داریم که فنی نیستن. من باید بتونم با افراد غیر فنی ارتباط خوب بگیرم و مباحث فنیم رو جوری به افراد غیر فنی بگم که اونا متقاعد بشن. مهارت ارتباطی با کارفرمایان. کارفرما ممکنه غیر فنی باشه، ممکنه فنی باشه. مدیریت جلسات. بسیاری از ما توی جلساتی رفتیم یا خواهیم رفت که از ابتدا اصلا جلسه نباید تشکیل می شده، یا از ابتدا جلسه مشخصه که خروجی نداره. چرا؟ چون مدیریت جلسات رو بلد نیستند. مورد بعدی ارتباط برای مدیران. شما ممکنه مدیر بشی بعد از یک سال، 2 سال، 3 سال شما مدیر بشید. مثل اینکه بقیه دوستان قطعی ندارند، انگار شما فقط قطعی دارید. بازم یه بار آره، نه انگار بقیه دوستان قطعی ندارند. خب ممکنه بعد از 1 سال، 2 سال، 3 سال صاحب کسب و کاری بشید که بذارید من چک کنم. بله، مثل اینکه الان درسته. بله، یه لحظه قطعی داشتیم، الان درسته. بسیار خوب. ارتباط برای مدیران خدمتتون عرض می‌کردم. شما زمانی که صاحب کسب و کار خودتون شدین، مدیر هستین و با افراد دیگه قطعاً ارتباط قرار بگیرید و باید مهارت‌های مدیریت رو بلد باشید. حالا هر کدوم از اینها بحث‌های گسترده‌ای داره. یا ارتباطات کلامی، ارتباطات غیر کلامی و ارتباطات نوشتاری. تمام اینها جزء انواع ارتباطات هستند که باید اینها رو یاد بگیرید قطعاً. مهارت ارتباط نوشتاری مثلا چی؟ اسناد فنی رو بدونید چیه، نامه ها رو بدونید چیه، گزارش ها رو بشناسید، یادداشت های فنی بدونید چیه، مقاله رو بدونید. هر کدوم اینا تعریف درستی دارن، تعریف مشخصی دارن. بلد باشید مستند نگاری بکنید، بلد باشید مذاکره بکنید، بلد باشید سخنرانی بکنید. سخنرانی الزاما جلوی 100 نفر نیست، ممکنه توی یک تیم 3 نفره بخواید سخنرانی بکنید. بلد باشید ارائه بکنید، پرزنت بکنید، هم خودتون رو هم ایده هاتون رو پرزنت بکنید. بلد باشید شبکه سازی بکنید. شبکه سازی یعنی چی؟ یعنی ایجاد روابط کاری، یا اصطلاحاً بهش میگن پارتی بسازی واسه خودت. با افرادی ارتباط بگیری که یه زمانی برات کارساز باشند. شبکه سازی یه جاده به سمت فرصت‌ها. شبکه سازی
یعنی شما از افرادی که رده بالا دارن پشتیبانی بگیری. شبکه سازی یعنی با تجربه کم بتونی با افراد در واقع موفق کار بکنی و موفق بشی. به این موضوع ها بهش میگن شبکه سازی. تمام اینها توی مهارت ارتباطی، تو مهارت های نرم گنجونده میشه. مهارت بعدی، دسته بعدی، مهارت های تصمیم گیری هست. مدیریت ریسک، تفکر سیستمی، تمام حل مسئله یعنی چی؟ یعنی شما یک وضع موجود داری، یک وضع مطلوب. شما باید بلد باشی از وضع موجود برسی به وضع مطلوب. چجوری؟ با مهارت حل مسئله. چجوری؟ با تفکر سیستمی. چجوری؟ با مهارت‌های تصمیم گیری. چجوری؟ با تفکر خلاقانه. در واقع قسمت بعدی مهارت‌های مدیریتی هستند، مثل مهارت مدیریت زمان، مدیریت عملکرد، کار تیمی، مهارت رهبری و مهارت مدیریت دانش. مدیریت زمان خب مشخصه. مدیریت عملکرد خدمتتون عرض کردم ما همیشه عملکرد خوبی نداریم، باید بتونیم زمانی که انرژی پایینی داریم عملکردمون رو، استانداردش رو حفظ بکنیم. چجوری؟ با استفاده از مدیریت عملکرد. ما باید بلد باشیم که کار تیمی بکنیم، مخصوصا ما مهندس ها، چون کارها با تیم شکل میگیره. و رهبری مهندسی رو باید بلد باشیم، به عنوان یک مدیر بتونیم انگیزه بدیم به عزیزان و همکاران خودمون. اما مهارت‌های سیاستگذاری مربوط به قله بالای هرم میشه. گفتم مهارت سیستم سازی. سیستم سازی یعنی چی؟ یعنی انجام کارها به صورت خودکار، کار کمتر بکنی پول بیشتر. یک روزه، یک شبه، دو شبه، یک ساله، دو ساله نمیشه. شما باید مهارت‌ها رو پله پله یاد بگیرید تا به این قله برسید. مهارت سیستم سازی یعنی کسب و کار رو به صورت خودکار انجام بدیم با کمترین نظارت و دخالت مدیر. خیلی از مهندسایی که توی ابتدای وبینار گفتم خدمت شما که درآمد عالی دارن ولی زمان ندارن برای خودشون. چرا؟ چون سیستم سازی نکردن. همه کارها رو دارن خودشون انجام میدن. همیشه باید درگیر کارشون باشن. به افراد، ابزار و اسنادشون نپرداختن که اونها رو ساختار سازی کنن، سیستم سازی کنن و به سود برسن. خب پس ما چرخ مهارتی رو توضیح دادم خدمت شما عزیزان. شامل 4 قسمت بود: مهارت ارتباطی، مهارت‌های تصمیم گیری یا حل مسئله، مهارت‌های مدیریتی و مهارت‌های سیاست گذاری. یکی دو تا اسلاید رو رد شدم به خاطر اینکه زمان رو از دست میدیم. خب دوستان عزیز، ببینید من خدمتتون عرض کردم از نظر من یکی از در واقع مهمترین و پایه‌ای ترین مهارت‌های ارتباطیه. مهارت‌های ارتباطی به شدت میتونه روی موفقیت شما تاثیرگذار باشه. خب برای این من واقعا احساس نیاز کردم، هم بین دانشجوام هم بین افرادی که باشون دارم کار میکنم، که این مهارت‌ها رو آموزش ببینن. من دوره رو طراحی کردم به اسم ارتباطات اثربخش مهندسی، مهارتی که باعث متمایز شدن توانایی مهندسی شما میشه. تو این دوره سرفصل‌های مختلفی رو مطرح کردم. اول در مورد فکت‌های ارتباطی مهندسی صحبت کردم. بعد گفتم ارتباط یعنی پل، تشکیل پل ارتباطی. ببینیم این پل ارتباطی چه ویژگی‌هایی داره. خطاهای ادراکی رو مطرح کردم. توی حوزه شغلی و حرفه‌ای ارتباطات رو مطرح کردم. ارتباط با کارفرماتون چجوری باشه، ارتباط با همکاران چجوری باشه، ارتباطات کتبیتون چجوری باشه، ارتباطات شفاهیتون چجوری باشه، چالش‌های
گوش دادن موثرتون چیه، تکنیک های گوش دادن موثر چیه، راهکارها چیه. تمام اینها رو بررسی کردم، مطرح کردم و این دوره رو من خب الان دارم معرفی میکنم، رونمایی میکنم. اولین گروهی هستین حقیقتا که دارم واسهشون رونمایی میکنم و اگر از امروز تا هفته آینده این دوره رو خرید بکنید که من در واقع اینجا میذارم فایلش رو، در واقع لینک ثبت نامش رو، اگه خرید بکنید دوره به جای 1,290,000 تومان 590,000 تومان هزینه میدید. به اضافه این که دوره های مهارت های نرمی که توی سایت مهندسانه یا توی همین ای سمینار برگزار میشه، تمام دوره ها رو با 20% تخفیف میتونید شرکت بکنید. اون کتابی گفتم که خودم ترجمه کردم و در مرحله ویراستاری هست، اگر تو این یک هفته ثبت نام بکنید حتما پی دی افش رو به صورت رایگان در اختیارتون قرار خواهم داد و در ادامه توی سایت هم میتونید به صورت یک ماه اشتراک ویژه وبسایت رو داشته باشید. اشتراک ویژه یک سایت چیه؟ یک سری آموزش هایی هستن که مینی دوره هستن و به صورت دوره برگزار نمیشه و در بخش اشتراک ویژه میذاریم. شما میتونید یک ماه اشتراک ویژه رو داشته باشید. دوستان عزیز، اگر از امروز تا هفته آینده این دوره رو ثبت نام بکنید، توی سایت ای سمینار هم برگزار میکنم. قیمت 590,000 تومان هست به جای 1,290,000 تومان که قیمت اصلیش هست. میتونید این رو ثبت نام بکنید. لینکش رو در ادامه حتما اینجا میذارم خدمت واسه شما عزیزان. میتونید از همین الان برید ثبت نام بکنید. ارتباطات اثر بخش مهندسی. خیلی خوشحال میشم که در خدمت شما عزیزان باشم و خب اگه فکر میکنید برای بقیه دوستانتون هم میتونه مفید باشه، من دارم کامنت ها رو هم میخونم، برای دوستانتون میتونه مفید باشه حتما بهشون معرفی بکنید. اما بریم سراغ راهکارها. خب قبل از اینکه راهکارها رو مطرح بکنم، ببینم تا اینجای کار به سمینار از 1 تا 10 چه نمره میدید؟ بله، مرسی از لطف شما. بقیه دوستان هم خیلی دوست دارم که مطرح بکنن. خیلی دوست دارم بقیه دوستان هم ممنونم. من لینک ثبت نام رو هم برای همه عزیزان گذاشتم که اگه دوست دارن خوشحال میشم که ثبت نام بکنن و توی دوره حضور داشته باشن. دوره 7 و 8 فروردین برگزار میشه و امیدوارم که بتونیم دوره موثری هم با هم پیش ببریم. دوره خصوصیت خیلی خوب داره. غیر از مطالب واقعا زیادی که توی دوره بهتون آموزش خواهم داد، به روز رسانی های زیادی هم داره. شما توی دوره که ثبت نام بکنید، دوستانی که تو این فرصت یک هفته‌ای در واقع ثبت نام بکنن، میتونن از به روز رسانی های دوره استفاده بکنن. به اضافه اون هدیه هایی که خدمت شما عرض کردم، دوره های زیادی در وبسایت مهندسانه برگزار خواهد شد. خیلی از مهارت های نرم رو ما قراره برای مهندسا توی وبسایت برگزار بکنیم و شما میتونید همه دوره ها رو تخفیف 20% بگیرید. غیر از تخفیف هایی که خودش داره، 20% اضافه هم میتونید تخفیف
بگیرید. خب ببینیم راهکارها رو من در عرض 5 دقیقه مطرح بکنم. ما برای این که بتونیم یک پروژه‌ای رو انجام بدیم باید 3 مسیر رو حلش بکنیم. 3 مسیر رو مسیرش رو در واقع هموار بکنیم. 1 ذهنیت، 2 مهارت و 3 فعالیت. ذهنیت یعنی چی؟ ما ذهنیت رشد ایجاد بکنیم، چیزی که گفتم توی پایه مهندسی، توی فونداسیون مهندسی باید وجود داشته باشه. دوره بعدی حالا ذهنیت رشد چجوری ایجاد میشه؟ با گسترش دانش بیرونی و آگاهی از خودمون. هم دانشمون رو باید بیشتر بکنیم، هم از خودمون آگاهیمون بیشتر بشه. روش بعدی، در واقع فعالیت بعدی، مهارتمون رو باید بیشتر بکنیم. چجوری مهارتمون بیشتر میشه؟ باید توی محیط آموزشی قرار بگیریم. باید فرصت‌های تمرینی برای خودمون ایجاد بکنیم. من تاکید میکنم روی برگزاری دوره، چون این دوره‌های مهارت‌های نرم به ویژه برای مهندس‌ها تا حالا برگزار نشده، اگر هم شده به ندرت برگزار شده. و اگر ما توی محیط آموزشی مهارت‌های نرم قرار بگیریم، هم تمرین میشه برای ما، هم مرور میشه و خیلی راحت میتونیم این مهارت‌ها رو نهادینه بکنیم توی خودمون. مورد بعدی، فعالیت‌ها. ما وقتی یک کاری انجام میدیم، یه ارتباطات سازنده‌ای میسازیم، یه بازخوردی از همکاران میگیریم، همینها میشه پله‌های در واقع برای رفتن به مراحل بالاتر. گفتم اونهایی که ذهنیت رشد دارن، طرز فکر رشد دارن، از بازخورد نمیترسن، علاقه دارن به بازخورد گرفتن. پس ما باید از آدم‌های صحیح بازخورد بگیریم. ذهنیت یادگیری داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی اعتقاد به یادگیری داشته باشیم، یعنی علاقه به تجربه های جدید داشته باشیم، اشتیاق داشته باشیم، انگیزه داشته باشیم، در واقع نگرش تحقیق و پژوهش داشته باشیم. چیزی که توی دانشگاه های مختلف دیدید بحث پژوهش چقدر روش تاکید میکردن. خب مسیر افزایش مهارت به چه شکله؟ خیلی ها این مسیر رو میگن مسیر تایید شده. 1 کارآموزی، 2 آموزش. حالا من نوشتم سمینارها، منظور آموزش هست. حالا آموزش میتونه سمینار باشه، میتونه کتاب باشه، میتونه در واقع همین وبینار باشه، شرکت در دوره‌های مجازی باشه. مورد بعدی، یادگیری با استفاده از ابزار جدید، همین فعالیت‌های مجازی که شما انجام میدید. و مورد آخر که حتما باید انجام بدید، حضور در جامعه و تمرین کردن اون. حتما این مسیر رو باید پیش برید که مهارت هاتون رو بتونید گسترش بدید. 2 تا فعالیت مهم برای مهندسین عمران. مهندسین عمران کم بودن ولی خب این آوردم اینجا. 1 شرکت در نمایشگاه ها و انجمن ها. حتی بقیه مهندس ها هم این کار رو حتما انجام بدن. توی نمایشگاه تخصصیتون شرکت بکنید، ارتباط بگیرید، توی انجمن ها ارتباط بگیرید، شرکت بکنید، عضو بشید، حرف بزنید که شما رو بشناسن. و دوم، به صورت دوره‌ای بازخورد بگیرید از دوستان، همکاران، مدیران. بازخورد گرفتن اولش ممکنه سخت باشه ولی در نهایت تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت. و یه نکته خیلی مهم، توی ابتدای مسیر بیشتر از پولی که میگیرید کار کنید تا در ادامه بیشتر از کاری که میکنید پول بگیرید. و در نهایت نکته طلایی دوم، خیلی سریع دارم میگم، 2 دقیقه دیگه بیشتر تایم نداریم، ممکنه وبینار بسته بشه اتاقمون. قضیه کوه یخه. کوه یخ میگه چی؟ ما فقط قسمت بالای کوه یخ رو میبینیم، اما بسیاری از قسمت‌هاش، کیلومترها توی آب و اقیانوسه. اونهایی که موفقن عین کوه یخه. تلاششون رو نمیبینیم، شکست‌هاشون رو نمیبینیم، ناامیدیشون رو نمیبینیم، نظمشون رو نمیبینیم، هدف گذاریشون رو نمیبینیم. فقط چیزی که میبینیم
موفقیت اون افراده. پس برای موفقیت نیاز هست که از این طریق تلاش و فعالیت هایی که باید رو انجام بدیم. شما میتونید هم از طریق وبسایت مهندسانه .com هم از طریق اینستاگرام پیج مهندسانه با من در تماس باشید. شماره من هم هست 0936 396 2731. میتونید توی واتساپ با من در تماس باشید. حالا ادمین حتما اینجا مینویسن واسهتون. در مورد دوره ها هم بله بهشون گفتم که بنویسن. در مورد دوره ها هم میتونید توی واتساپ سوال بپرسید، من در خدمت شما عزیزان هستم. خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم. امیدوارم موفق باشید و بتونیم دوره های زیادی رو با هم دوست بمونیم و هم کلام باشیم.